که مثلا ادوبی نیکو زنگیری و ولیمه همین چه کامتا خطاب نکاح این یعنی کتاب خوندن نکنند یعنی درس به محتاج یعنی محاضره ها به محتاج ولیمه یو آوش به چی آش به توی آش چه شود ولیمه اش میخواد نکاح امان نکاح هنده یعنی چی باید یعنی هم ترمیزی نامده که رسول صلی الله علیه وسلم که نکاح هنچی میشد شاهدای عدل و اذن الولی دو شاهد میشد و ولی باید که ولی شرط نکاح بی ولی یعنی باید نکاح حساب نمیشد ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل یعنی زنی که به اذن به رخصت به اجازت ولیش ولی گفته که میگیم یعنی مردها از طرف پدری خیشوی یعنی پدرش برادرش خورد باشه کلام باشه یعنی بلاغت برسته باشد عمکش بابایش از طرف پدری همینا چی میشن یعنی همینا ولی به اجازت همینا اگر شوهر کند نکاح وای زن چی میشد باطل میشد یعنی به مصنف ابن میشیمند وقتی که یک مرد اومد نزد فاروق رضی الله تعالی عنه گفت که من زن گرفتم گفت که من نمیدونستم گفت یعنی زن به اجازت یعنی ولیش گرفتم گفت عمر رضی الله تعالی عنه که اگر حمل قصد میکردید هر دو تا واره سانسور میکردم لرجم تو کما سانسور میکردم هر دو تا این کارت نکاح این کارت زنا این چیز فهی باغیه این زن چه باغیه زناکار حساب میشه لیکن نادانست کرده باشه چه نکاح تجدید میکنه وقتی که نکاح میکنه اصلا شاهدای عدل باید که این چیزه دو شاهد گواه باشه اصلا مهر تمام مهر باید که داده شده همین چیز خلاصه مختصر مثلا نکاح مثلا چه میشه اصلا مسئله اما ولیمه یعنی ولیمه باید که شود اعلنو ان نکاح چیکار کنید نگاه رسول صلی الله علیه و سلم اعلان کنید نکاح باید که رسونه نکاح باید که شود یعنی معلن علانیه شود همه خلق فهمند همه دونت که چی شود یعنی برای که از شبهه آدم دور میشد من باید که شکست ندونسه روسته که مثلا زنگ گرفت چون بعد 3 روز مثلا مردم بزن دیده بزن بیگونه چی میگن یعنی گمانای بد نمیبیاین گمان بد نمیبیاد یعنی برای این باید که این چیز اعلان کرده شد ولیمه یعنی چی میشه یعنی یک مثلا یک مردم به چه یک چیز مثلا ضیافت کردن یعنی همینانه بعد مثلا اهل علم اختلاف که مثلا آیا گوسفند یعنی بعد اهل علم گفتن که واجب ایننده چی باید که گوسفند کشته شود برای که حدیث عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف زهری احد من چیز یعنی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه میخل بود یعنی از شاهد سونه چی میکنه میخل کرده یعنی یک حسون ما میگه کار کرده چی بگیره میگه یعنی کار میکنه دوستون مهر به پول مییابه نوات من الذهب یعنی یک چند قطعه ذهب میگیره دو مهر زن به تقدیم کرده سونه زنیبه میگیره رسول صلی الله علیه و آله دی خبر سونه یک روز میبیند که و علیه زعفران یعنی الوریث یعنی زعفران وریث که چه میگیم یعنی طیب یعنی خوشبویی زنها خوشبویی زن لوننده میشن خوشبویی مرد بوینده میشن یعنی میبیند که رسول صلی الله علیه و آله سری لباس عبدالرحمن افتنده چای خوشبویی زنها میگه ما میگه عبدالرحمن چی هم میگه این کار عبدالرحمن یا میگه رسول الله تزوجت یعنی آدمی که نو زن گرفت یعنی معروف یعنی گذشته میموند مثلا وقت چیدن سونه میگه که بارک الله میگه یعنی دعا میکرد رسول صلی الله علیه و سلم میگه که اذا میگه اولیم ولو بشات یعنی خبر که میگه آدم واقعا اولیم ولو بشات یعنی ولیمه که میگه اقل شای چی یک گوسفند باشد که کش هم بعضی اهل علم گرفته گفتن که هنا امر للوجوب والامر يقتضي الوجوب هم خیلی الامر يقتضي الوجوب یعنی امر چی اقتضا میکنه واجب هم گفتن که یعنی ولیمه با گوسفند کشتن واجب باید که گوسفند کشی دیگر ها گفتن که یعنی واجب نه این بابی یعنی سنت یعنی بابی یعنی چی گفتن سنت گفتن این چیزه برای که رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که صفیه رضی الله عنها صفیه بنت حیی ابن اخطب رضی الله عنها رهبه یعنی وقتی که از خیبر برمیگشت رهبه بزنی گرفت همینجا وقتی که دخول شد
همینند رسول صلی الله علیه و آله و سلم چیکار کرد؟ یعنی ولیمه کرد. ولیمش چی بود؟ یعنی از سویق و تمر بود، یعنی خرما کتی گوشت نبود اینجا. فهمید؟ به گوشت یعنی چی؟ ولیمه گذراندن. هم به ممکنه ولیمه هم میز و زبیب و سویق، یعنی خرمای میز کتی گرزنیده میشد ولیمه. فهمید؟ لیکن بهترش طبعا چی؟ ولیمه باید که اقلش یک گوسفند کشید. برادر آخر میگن که این بچه برای برادر بیزان شریعت چخیه کمتر چخیه صبر کنه چوب کنه التماس کنه کمتر بید بیزان اصلا یعنی شریعت یعنی چی ترغیب میکند؟ زواج به، نکاح به. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ابن مسعود عن ابی کذب بخارنده که یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنها أحصن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. یعنی معشر شباب، جوانها، کسی که از شما هم میتواند، یا کسی که میتواند قادر است، یعنی هم از جهت مالی، از جهت منزل، همه چیز قادر است، باید چیکار کند؟ گفت زن گیرد. گفت برای چی؟ برای که زن گرفتن گفت احسن الفرج، یعنی آدم از زنا دور میکند، چشمش مثلا پنه میکند، یعنی هر جای مثلا جا به چشمش نمیافتد. اگر که نتونست چیکار کند؟ وای روزه گیرد. برای که روزه چی است؟ سپر است. روزه کتی مثلا چی؟ یعنی چی مثلا میکند؟ یعنی از شهوت خودش میدارد، یعنی به روزه یعنی چی میکند؟ سپر برای این آدم از حرام ها باز میداردش. یعنی همین بیان چیز یعنی اسلامنده چی اومد؟ یعنی ترغیب اومد چی به؟ نکاح به چی اومد؟ یعنی ترغیب اومد. برای همین یعنی حتی مثلا چی وای یعنی تعدد کردن و این چون ترغیب چی اومد؟ تعدد به اومد. یعنی حتی بعض اهل میگن که یعنی الاصل میگن فی الزواج التعدد. یعنی تعدد چی؟ 1 2 3 4 زن گرفتن. اصل 4 زن گرفتن. یعنی باید که انسان 4 زن گیرد. نتوند سون 3، نتوند سون 2، انا نتونسته که ولچن سون 1. اصل همین خیلی میگن. برای همین این اصل معروف، این چیز قرآن اومده و سنت رسول صلی الله علیه و سلم اومده و این چیز به صحابه های فعلاش و مسلمان ها چه همین چیز بینه کنه. خاصتا این موضوع بینید مثلا چقدر مثلا یعنی مسلمان ها مرد ها مثلا یعنی حقیقتا در چی شده استفاده است، یعنی عدد زن ها بسیار و عدد مرد ها کم شده استفاده است. یعنی هم به مثلا این چیزا همش حکمت شرع بود این چیزا، یعنی هم به یعنی چیز یعنی زن گرفتن به چی اومدگی ترغیب اومدگی و این چیز معروف که مثلا یعنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم مثلا میگوید که مثلا این چیزی چی حتی که رجلی که نکاحت میخواهد مثلا و یا چه الله تعالی کفالت خودش بگرفتگی بیان الله یادم میده. لیکن اینکه انسان که نتونست قادر نه این چیز به چیکار میکند؟ باید صبر میکند. صبر یعنی چی؟ بسیار روزه میگیرد، یعنی بچه میکند، یعنی همین چیزا که یعنی خودش چی میکند؟ یعنی صبر میکند.